نسبت مرد 33 ساله ساکن شهر کونه‌بادام پرونده جنایتی با ماده 112 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده است. نامبرده هفتم آگوست سال 2022 تخمین ساعت 21:30 دقیقه در حالت مستی با مرد 35 ساله ساکن شهر مذکور وا خورده از سبب مناقشه به میان آمده به سر و رویش ضربه زده است. در نتیجه جبر دیده ضرر وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گشته است. در شعبه وزارت کارهای داخله در شهر ترسون زاده با عریضه جوان 23 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 17 آگوست سال 2022 تخمین ساعت 02:30 دقیقه شخصان نامعلوم افت شخصیش تمغه دیو نیکسی را که در محله سیم شهر مذکور به نظارت می ایستاد غیر قانونی حی کرده به سمت نامعلوم بردند. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا نابالغان 16 و 17 ساله ساکنان امین شهر با گمان غیر قانونی حی کرده بردن واسطه نقلیات دستگیر کرده شدند. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. 21 آگوست سال 2022 تخمین ساعت 02:00 دقیقه راننده автомашین تمغه اوپل استرا ظفرزاده عبدالخالق سال تولدش 1990 ساکن نوعی فیض‌آباد هنگام حرکت در شورای دوشنبه کولاب در حدود جماعت دهات دکانی شهر نورک از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل رو برآمده به تسمه حمایه رو برخورده سپس به автомашین تمغه اوپل استرا تحت اداره رسولوف جمعخان سال تولدش 1983 ساکن نوعی مومن آباد برخورده است. در نتیجه راننده автомашین تمغه اوپل استرا سفرزاده در جای حادثه به هلاکت رسیده. راننده автомашین دویم رسولوف جراحات گوناگون جسمانی به سلامتیش برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.